2 نفر بیشتر وجود نداره. کوچک نیستی. چرا با معصیت خدا خودمونو کوچک میکنیم؟ 2 نفر فقط. یکی ذات الله هست، دوم انسان است، فرمانده و جانشینش. کسی دیگر هست؟ الله گفته من بعد از من نفر دوم جانشین من. جانشین الله کیه؟ جبرائیل؟ انسانه. این موقعیت رو شما تشخیص داده بودید که شما چه موقعیتی دارید، چه حرمتی دارید، و همیشه قدرت فرمانده به جانشینش منتقل میشه. جانشین یعنی کسی که حق امضا رو داره، یعنی فرمانده بهش حق امضا داده. جبرائیل که سفیره، نگفته جبرائیل جانشین منه، جبرائیل سفیره. انسان جانشینه و خلیفه است. این انسان به کجا داره میره؟ اگر جانشین فرمانده خیانت بکنه چه چیزی رو باید انتظار داشته باشه؟ گله از خدا نکنیم، از خداوند معذرت خواهی بکنیم. چیزی دیگر مطالبه نکنیم. نطلبیده خدا داده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. از خداوند بطلبیم که یک بار دیگه ما رو تحویل بگیره. ولی امروزه برعکس شده. خداوند التماس بنده میکنه ما رو تحویل بگیر. بابا باور بکنی اینطوری شده. خداوند اون عظمتش میگه بابا ما رو تحویل بگیرید. به یه شرابخوار میگه ما رو تحویل بگیرید. فاضل کن بابا. به یک ریحجاب میگه بابا بسته بابا. به یک رباخوار مسلمان میگه بسته بابا، به حلال من قانع نشدی. بسه. در به در دنبال بندگانشه. ما باید التماس خدا بکنیم ما رو تحویل بگیر. یه بار دیگه قدم عفو بکش. الله در به در. فرشته میخواد گناهان بنویسه، اون یکی خواهش میکنه دیگه نیم ساعت صبر کن الان توبه میکنه، من میشناسمش، این گولش زدن، این فلان کرده، من این آدم خوبیه، فریب خورده، الان توبه میکنه. شما یکی به تحمل بکنید الان توبه میکنه. سبحان الله.